خواهر عزیز، و تو 5 وقت نماز خوانی اگر، یا خواهر عزیز تو روزه میگیری، تو دعوای مسلمانی داری، و تو شوهر از همه بزرگترین انسان به سوی تو در اولین زینه شوهر میستد. اگر تو پروازی شوی از نماز بسیاره در آسمان، اگر جای نماز پرتافته نماز خوانی، اگر تو در شوهر اگر قهر و غضب داشته باشی، قسم به خدا این جای نماز هم دردی سرده نماز هم قدر ندارد. این سخن خدا و پیغمبر است. حبیب خدا میگه 3 طایفه عبادتشان یک وجب از بالای سرشان بالا نمی رود. یک وجب بالا نرفتن چی معنی دارد؟ قبول خدا نمی شود. یکم کی است؟ من اما قوما و هم له کارهون. یکم آدمی بی سواده که در محراب نماز مردم می خواند، صدقه محرابش کند، بی سواد است، بی علم است. نمیگذارد که آدمی با علم پیش درآید و از پس نماز خواند، برای که گویند که من امام خطیب هستم، من ملای محله هستم، من ملای مسجد هستم. این به این خاطر حبیب خدا گفت عبادت ها یک وجب از ساری سرت بالا نمی رود. نه این خلت فایدت میکنه، نه جیلک فایدت میکنه، تا زمانی که در محراب ایستاده و خدمت مسلمان ها را نکنی، خدمت اسلام را نکنی. تو از پشت اسلام عزت داری، از پشت اسلام مردک خانش میبرد، نانت میتد، پولت میتد، آبت میتد، که اسلام پشتیبانی میکنی؟ که و نماز خواندن تو پیش در آمدن تو را جنت میبرند. برای چی اینها را من میگم؟ برای که نزد من خودم خبرها دارم در کدام مسجدها پیشواها چی ها میگویند، پیشواها چی ها گفته ایستند، پیشوا هستند. عبادت یک وجب از ساری سرت بالا. دویم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دویم زنی که در یک خانه زندگی دارن و شوهر بالای و غضب دارد، شوهر از اون نارضا است. روزه مریم میگیری، روزه ماه رجب میگیری، اگر به عدد تمام ستاره ها روزدار باشی، عبادت در نزد خدا قدر و قیمت ندارد تا زمان شوهر از تو راضی نباشه. سخن پیغمبر است. به خدا قسم یگان جمله از خودم در همین جا علاوه نمیکنم. چیزی میگویم شما بعد نمازم از من پرسید، در راست هر یک جمله یک حدیث نگفتم. به خدا قسم من گفتی همون بچه ها که نام میگردن. و چه عبادتی چه معنی دارد؟ و دوستی نزدیکترین هم شوهرت است. در همه سختی ها همین شوهر در کار می شود. احترام کن، گپی گنده نگو، یکمان سخنی بد و قبیح نگو، احترام کن شوهرت، به قدر شوهرت برس. تمام گپ گردانی میکنی، زبان درازی میکنی، پیشگاه خدا در فردا جواب میکنی.